پس اینجوری یوتیوبرها تو ویدیوهاشون با اچ همه رو وان شات میکنن و با گان 3 4 تا تیر میزنن طرف میفته. خب اتچمنتشون خوبه و خودشون چیدن و بلدن. بریم به یاد بدم چجوری اتچمنت خودتو بچینی. واسه ترجمه اتچمنت وارد اون اتچمنتی که میخوای میشیم. از سمت راست بالا رو که نگاه کنی 6 تا نواره. از سمت چپ بالا بخوام براتون توضیح بدم دمیج، یعنی هر تیری که میزنی مقدار دمیجی که میده رو بهتون نشون میده. یعنی یه تیر شما 91 دمیج میده. و دومی اکیوریسی بچا، دقت گان شماست. هر چی بالاتر باشه دقتش بیشتره و اون سولاخی گان شما کوچیک‌تره. سومی رنج بچا، هر چی انمی از شما دورتر باشه در فاصله دور تیر که بهش بزنین این رنجتون بالا باشه همون دمیج رو بهش میده و شاید هم بیشتر از اون بهش دمیج بده. کنترل بچا، لگد گانتون رو میگیره. هر چی بالاتر باشه لگد گانتون گرفته میشه و گانتون لگد نداره و ایمتون اینور نمیشه. پنجمی موبایلیتی بچا، موبایلیتی هر چی بالاتر باشه گانتون زودتر میاد رو ایم. و آخری بچا فایرت، سرعت تیر زدنتون در گانتون بیشتره. یعنی اگه مثلا 27 باشه خب سرعت متوسطی داره، هر چی بیشتر سرعت بیشتری در یک ثانیه تیر میزنه.